السلام علیکم. سیلکه نوارهای قبلی را می توانید از اپیسن ویدیو پیدا کنید. درخت دوستی تقدیم می کند. چی جواب بدید؟ والله روز سختی در پیش داریم. به خود بیاییم، شوخی نفهمیم، بازی نفهمیم. روز هستی قسم بردمتی پروردگار در اون شک نیست. خواهی نخواهی در پیشگاه خدا تقیتان را قرار بگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم این حالت را بیان میکرد. میگفت روز قیامت تمامی مردم در نزد خدا لیچ هستند، لباس ندارند، حتی تحفظ ندارند، سر لیچ هستند، پای لیچ هستند، لباس در بدن ندارند. حضرت عایشه مادرمان گفت یا رسول الله الرجال و النساء جمیعا، ای حبیب خدا آیا اون مردها قطعی زنها همشون یک جایه لیچ هستند؟ اینظر بعضهم الی بعض، آیا با هم دیگر نظری نمیکنند؟ پیامبر گفت یا عایشه والامر اشد عن ان ینظر بعضهم الی بعض. گفت ای عایشه والله چنان مشغول هستند، حالت چنان وزنی هستند که مهمتر از آن است که به هم دیگر نظر کنید. پدر دست فرار میکنه، مادر دست میکنه، همسر دست میکنه، خواهر